افسانه‌ای روباه و لکلک از افسانه‌های خلق تاجیک. یک زمانی روباه و لکلک با هم دوست بودند. یک روز لکلک به خانه روباه مهمان شده آمد. روباه خرسند شد و هدیه شعله پخت و طبق کشیده پیش مهمانش گذاشت. مرحمت جوره جان، با اشتها بخور که من شاد شوم، گفت روباه به لکلک. لکلک بیچاره به طبق نول زد اما با نول باریک و درازش نتوانست قدر باشد هم شعله بخورد. روباه باشد شعله را در یک دم خورد و طبق را لیسیده و لکلک گفت جوره جان، کمی مرا به جای زیاد قبول کن. هرچی که داشتم پیشت گذاشتم. لکلک گفت مرا عزت کرده، زحمت کشیده، طعام پختی، صد تشکر. فردا البته به خانه من بیا. روباه از دوست یک اشاره از مو به سر دویدن گفته روز دیگر به خانه لکلک مهمان شده آمد. لکلک روباه را خوش قبول کرد و پیشش یک کوزچه درازی گردن باریکی آورده ماند. جوره جان، گفت لکلک، سحری خسته آش اوگرا پختم. عجب با لذت است این آش، بخور، نوش جان کن. روباه هرچند کرد از کوزه گردن باریک قدری هم خورده نتوانست. لکلک باشد نولی درازش را به درون کوزه در آورده و آسانی کوزه را خالی کرد. روباه با شکمی گرسنه به خانه‌اش آمد. با همین دوستی روباه و لکلک تمام شد. افسانه به آخر رسید.